$1000. اگه اینو میخوای باید در برابر من و کارهایی که قراره بکنم ازش حفاظت کنی تا بتونی در نهایت داشته باشی. سجاد و مریم کسایی هستن که باید با روش‌های خودشون از این پول حفاظت کنن که این پول مال اوناشه. من الان به شما این حق انتخاب میدم که بین حمله از جلو، حمله از بالا یا محاصره کردن یکی رو انتخاب کنید. حالا استراتژی تو واسه حمله چیه؟ ما بدونیم تعیین کنیم کدوم بریم. جلو؟ عقب؟ بالا؟ یعنی چی؟ ما با چی بکنیم؟ واقعا منم منظورم نفهمیدم. من نمیتونم بهتون بگم که چه شکلی قراره بهتون حمله کنم، ولی فقط اینو بهتون دارم توضیح میدم که از کدوم طرف دوست دارین که بهتون حمله کنم. از کدوم طرف دوست دارین بهتون حمله کنم؟ همیشه به نظر من بابا مسخره دارم فکر می‌کنم حواسونو پرت نکن. از راه راست پیدا کنیم. نه دیوونه آخه احمق این از راست حمله کنم. جلو حمله میگم به راست ما از جلو میریم. من حس می‌کنم جلو بهترین چیزه. ما میگیم جلو. جلو به نظر من اگه قاعدتا تو احمقم هستی. هاش احمقم نیست جلو راحت نزنه ما رو. نمیتونه. از بالا نزنه. داش بالا از پشت نزنه. از جلو باشه بهتره به نظر من. اون هیچ وقت نمیتونه. کجا رفت؟ خب استراتژیتون چیه؟ استراتژی من تو نمیخوری؟ من با هم فکر کردیم دیگه من بگم از اونجایی که میدونم ویدیو مستر بیست رو دیدی لای اول آب میخوام استفاده کنم برای اینکه چی اگه آتش باشه خاموش شه. لای دومی که به نظر من این رسیدهش گفتم از سنگ استفاده کنیم اگه چیز قدرتی گذاشتی نتونه عبور کنه. و من اینجا به عنوان مستر بیست قضیه قرار دهن شما رو سرویس کنم. از الان به مدت چقدر تومن میشه؟ $1000 $60 میلیون تومان. همین الان به مدت 2 ساعت وقت داریم که هر ابزار و وسیله نیاز داریم بریم پیدا کنیم. سویچ ببین کولر بزنی الان یه پولار میشیم یه پنجره میری پایین ماشین گاز بدیم برو بسن برو. مقصد اولی که انتخاب کردیم کارگاه بلوک زنی بود چون واسه دیوار بهترین سنگ بلوکه. پس این سنگ بلوک ها تهیه کردیم. تو ادامه راه واسه محکم کاری دیوار به سیمان نیاز داشتیم. پس سیمان مورد نیازمون هم خریدیم و در نهایت کارمون با سطلای آب تموم کردیم. خب میبینم که ابزاراتون کاملا روبروتونه. آماده این که چالش شروع کنین یا نه؟ یه جوری آمادم اصلا پول آدم میخوام اصلا انرژی اومده. حاجی سنگ با تو آبا با من. حله؟ از اونجایی که ایده کلی این ویدیو از مستر بیسته، بچه‌ها باید خیلی تلاش کنن که بتونن از فکرها و برنامه‌هایی که من دارم جون ساله به در ببرن. البته اینم بهتون بگم تمام ایده ها و انفجار و روشایی که واسه از بین بردن پول تو این ویدیو می‌بینین کاملا فکر خودمه. آیا میدانید که فقط 1 ساعت و 40 دقیقه از فرصتتون باقی مونده و شما تازه دارین چالش شروع میکنین؟ آیا میدونی که ما ایده هامون از زمانمون مراقبت میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی که ممکنه زودتر هم تمام کنیم چون ایده هامون خوبه. روش اولی که ما انتخاب کردیم اصلا پر کردن سطل بی‌شرفه. خیلی سخت باز میشه. آب پر کن. ما اینجا چند سطل داریم توش آب پر میکنیم. چرا؟ برای محافظت از چی مدی؟ از پول. از احتراق و پول. آفرین. زمان نمیگذره. اینا همه زمانه. بابا این درش سطلش خیلی سخت باز میشه. تموم شده است. اینا آبش کمه ببینم. این لعنتی آبش سوراخه مگه؟ یا با قشنگ پر کنی آبا رو. خیالمون با راحت بشه داشت. دیگه احتمالی که مثلا از سوختگی این چیزا استفاده کنه زیاده. خودم مستر بیست آتش میزد داشت. بس. اگه هم بخوای وقت نفوذ کنه آب خاموششون میکنه. بریم. سجاد بریم زیاد خیلی زمان نداریم. خاک تو سرتون سطح اولتون واقعا اینه. لعنت به زندگی چه سوراخ شد. از کورش نمیده. تو زمان میگذره این آخرش درست می‌کنی. یه سورپرایز دیگه واسهتون دارم. آیا ویدیوی مستر بیست رو دیدین؟ آره. آیا میدونین انتهای ویدیوی مستر بیست چه اتفاقی میافتاد؟ من میدونم من متأسفانه میدونم. تو میدونی؟ من نمیدونم واقعا. من نمیخوام بیارم نمیخوام امیدش از دست بده. بردار. چرا؟ برش دار. چیکار بخورم؟ اینو بردارم؟ سنگا رو بردار. میخوای فرو کنی؟ چی؟ مستر بیست حس می‌کنم از سنگ بلوک استفاده کرده بود. نه حس می‌کنم یارو هم از سنگ بلوک استفاده. من ندیدم ویدیو رو خدایی. من دقیقاً یادم نمیاد ولی حس می‌کنم سنگ بلوک خیلی خوب. سنگ بلوک بذار. اینم سنگ بلوک سوم. بشستون بش. وای تو واقعا میخوای 50 با ما میگیری؟
با ذهن ازم با من از ایده فکرم استفاده کردم. تو میدونی اینجوری بشینی تو ویدیو رو سعی نکردی ببینی بذاری یاد نگرفتی. بیاین بر الان با سیمان میتونم بپرسم تو چه مرحله هستین؟ ما تو مرحله اینیم که سنگا رو بچینیم قشنگ. این چیزی که من دارم اینجا با کارای اینا میبینم براتون مینویسم به طور قطع 100% تو مرحله 1 میبازن و وارد مرحله 2 و 3 هم نمیشیم. خیلی سبک به نظر میرسه. یعنی چی شما با 60 میلیون پول فقط میخواین با 4 تا دبه و یه دونه به نظر من که جواب نیست. نظر شما چیه؟ احمق فکر جوابگو نیست. اینجا نگاه کن. شن این شن میبینی گاو صندوق برای حفاظت از از چی استفاده میکنه؟ شن و گل و ماسه و این چیزا. ما هم شن استفاده میکنیم ولی به باشی سیمان. بیا جا آب بیارم. واسه چی آب نمیریزی؟ سیمان بیار. واقعا دیگه حال ندارم. آقا نمیشه پول یکی میدادی؟ زر نزن بابا منم کونم پاره میشه. نقش چغنده رو داره. چه در نمیاد. همین الان یه فرصت شغلی واسهتون میخوام داشته باشم. اگه دوست دارین که پارت‌های بعد این ویدیوهای پولی رو با شما بگیریم همین الان لایک‌های ویدیو رو به 3000 تا برسونید. اگه به 3000 تا لایک برسونید پارت‌های دیگه قرار شما شرکت کننده ویدیو باشید. بچه‌ها اگه 60 میلیون رو ببریم با 60 میلیون میخوان چیکار کنین؟ من میخوام فعلا نظری ندارم. من اگه 60 میلیون رو بردم خدا وکیلی دلم یه دوچرخه میخواد. برید آب برید چت نگو. زمان داره میگذره آب دوچرخه میگیرم. آها دلم یه دوچرخه میخواد. زدال زندگی داشت. امید همیشه زنده است. من شما رو با تلاش هاتون تنها میذارم و امیدوارم که 60 میلیون پول به ندین. خدا وکیلی این پول حلال تر از همه چی این پوله. واقعا حلال تر از این پول دیدین؟ نه. سیمایی نشه. ببین نه برو من کفشی داشت 60 میلیون بریم 3 تا 10 تا کفش میخرم. آفرین یه کفش از نام می‌خواستم تا. یه کفش نایکی. اولین کاری که با پولا می‌کنم کفش نایکیه. حاجی این چه واقعا ویدیویه. مردم تو ویدیوشون تراین اوت تو لف میگیرن تو خونه. وایسا با مجازات سس تند. ما داریم اینا چی می‌سازیم؟ من از راه اومدم دلت خواست اومدم. نره دارن حرفه‌ای عمل میکنن. انصافا دارین حرفه‌ای عمل میکنین. یه سورپرایز واسهتون دارم. آماده سورپرایز هم هستین؟ آیا میدونستین که فقط نیم ساعت تا پایان تایمتون باقی مانده و من تایم خوبیه. دارین گوش میدین؟ آره دیگه داش خستم دیگه تراین اوت لف نمی‌بینیم ما. فقط نیم ساعت باقی مونده و من هنوز تلاشی نمیبینم. وای واقعا خسته شدم. رسیدیم ردیف چندم؟ ردیف 4. جان مادرت کاشی بیشتر میگفتیم جایزه بذاره. بذار اینم ردیف 4 استارت. حاجی اینو غول نمیتونم. چه وقت داریم گفت خوش میشه؟ من وزنم میخوری ندارم میارم تو نمیدونی همه سیمانا به هدر. برو دیگه برو حرف نزن. تا این ویدیو اگه مستر بیست نشدیم حداقل بچه‌ها دیگه میریم تو کار ساخت و ساز. اما مستر 19 خوبه دیگه داشت. گفتم راست میگه بچه‌ها. مستر 19 تصمیممو گرفتم. اگه دوست دارین که لقب جدیدم تبدیل شه به فاتینا مستر 19 همین الان تو کامنت ها بگین. اگه دوست دارین مستر 19 بودن رو ادامه بدم حالا ادامه میدیم. انقدر ادامه میدیم بودجه‌مون خیلی بالاتر و شرکت کننده‌هامون خیلی جدیدتر شدن. خدای خیلی خوب شما کی کجاست؟ دفاعی چی دید پشما؟ یکی بزرگ بیا. کال آف دیوتی باشه؟ آقا فکر نکن کارت خدایش خوب شده. ما باید این زیرم قشنگ سیمان بزنی. واسه چیه؟ پایه کار نگه داری دیگه داشت. پایه کار. مرحله بعدی هم میری فکر مرحله بعدی. استاپ واپسین دقایق و ثانیاتون فرا رسیده و مرحله بعدی در کار نیست. تا کی حساب می‌کنی تمام؟ چی شده همین الان 1 دقیقه تایم دارین که تمامش کنید. بیا آجی تو بریز من دعا کنم. چه من فوت کنی؟ فوت دعا ای سیمان بری بیا آخر از اینجا این سوراخ. 10 9 بریز بریز 7 این سوراخ ها 6 5 4 3 2 وقت حمله. تمام. بالاخره نوبت منه. من قراره که با گاز LPG یعنی یکی از اشتعال‌زاترین گازهای دنیا یه بمب دستساز درست کنم و یه انفجاری ترتیب بدم که ببینم آیا سد دفاعی اینا میتونه از پولا حفاظت کنه یا نه. چقدر به کاری که کردید اعتماد دارین؟ 90%. من خدایش 80% 90% دیگه خیلی میترسم. داش ما به خودمون اطمینان ما داشتیم. من بیشتر واقعا تو خودت دلت میاد این پوله. وای مثل بیس پولدار تو پولدار نیستی. خاک تو سرت. چجوری میخوای بزنی؟
چه نمیکنه؟ من که سیگاری نیستم. پرده کن. اوه استرس کسی مرا. هیچی نشد. سکته نمیگم. چی دیوار نمیگه دیداش. پرت شد. آتیش نگیرم برم اون بر. عالی دیوار خیلی خوبی چیدی داشت. آخ نگو. دیوار آخ نگو. تموم شد. این آب من نری بدی؟ سرسم گیره. خیلی سرسم یعنی گیره. واقعا تموم شد. نرفت اون بر. با خدا نرفت. همه اینجا کنسک دیوار من. اصلا دیوار سیاه هم نشد حتی. داشت چرا ما موندیم؟ تموم شده. بچه‌ها بریم ببینیم پولا هستن یا نه. واقعا بهتون تبریک میگم. انفجارا بمبای من حتی نتونست از سطح اول دیوارتون عبور کنه. من اطمینان داری یا نه؟ خدایش دیوار ساختیم. سرسم گیره برای خدایش. ولی همون گرما باشه الان سیمام خوشه. واسه مرحله دوم دیگه قرار نیست از جلو بهتون حمله کنم و حتی قرار نیست که بهتون حق انتخاب بدم. واسه مرحله دوم من قراره از همه طرف به پولتون حمله کنم و شما آزادین هر کاری میخواین بکنین که از پولتون حفاظت کنین. داشت چی گل بخوریم از هر طرف. البته از اونجایی که میخوام خیلی چالشی تر پیش بریم و خیلی ویدیو هیجان انگیزتر بشه، پس تایم دفاعتون رو میذارم نیم ساعت. داشت نیم ساعت میشه میگه 30 دقیقه چی گل بخوریم چیزی داره میگه. داشت زمان داره میگذره با فکر کنیم با یه فکر بهینه بکنیم. خب من فکر نمی‌کنم اصلا چیز زیاد نخریم. این آتیشش خیلی بزرگه به احتمال زیاد هر دفعه بزرگتر میشه. مطمئنم سنگمون ها در برابر ضربه ها محکمه دیگه اینو مطمئنم. آره این جلومون رو دیگه تکمیل کردیم ما. آره باید والا با خود گاف صندوق حرکت بزنیم. داشت یه کاری بکنیم آب بریزیم رو تو روی گاف صندوق بخوام. مسخره. ای خاک دون سر گاوت کنم. ما چه سنگ چیدیم؟ چی بود؟ از اول قانونی تعیین نکرد. می‌رسیم گاف صندوق دفع کنیم. تموش. اول کاری که می‌کنیم چیکار می‌کنیم؟ اول یه بوس کن. من جا. انرژی با روی بده. من بریم پس دیگه. خب 10 دقیقه از تایمتون گذشته. فقط میخوام بدونم تو 20 دقیقه قرار چیکار کنی؟ کار تمومه. یه ایده فکر کنید دیگه تو با بیای بمب اتم هیروشیما بنداز اینجا باطل شه. داش بیا کنار. چه نرمم. گاو نباش. مهندسی کار کنیم. نرمم هست. وایس برو کنار. اینو من تو اینو بگی تو کندن ادامه بده. چی گو خورم چه کردی؟ چه با اینجوری رفتار کردی؟ به پنیرسل نمیدم ها. داش باور نشه از لایه تو به تو داداش اصلا این دیواری که من همونجا نگرش داشت. این دیواری که چیدی تو فقط ملاتش زدی. من همه اینا من آوردم. زارت داداش تو ملت نداری اصلا. داداش 15 تا سنگ اون که من جابجا کردم. داداش اگه من به تو بودم توی گاو سیمان میزدی آب میذاشی روش. نمیدونی که باید سنگ بزنی. من نمیدونم ملات چجوریه. نه به خدا. خونه علی من خودم درست ملات گرفتم. به خدا میگم. بیا آره آناناس. والا 15 تا سنگ جابجا کردم تو کاری نکردی. به خدا پنیرسل هم برای من بیشتر باشه. گوه نمیخوری تو دیگه گوه. الان نمیخواد تنهایی بلند کن تنهایی. مغز وقتی کار کنه نیاز به تنهایی نیست. فهمیدم استراتژیتون چیه و فهمیدم که چه فکری دارید، اما باید بهتون بگم که قطعاً منی که واسهتون این همه برنامه ریختم و همه چی رو آزاد کردم به اینجاشم فکر کردم و چیزی که در نظر دارم اونقدر قدرتمند و قوی هست فقط با دفع کردن حل نشه. وای شکونده بودم اینو. نگاه کن ذهنیت تو بازنده است. میواشش کنی میتونی 200 چروا بخری. چلو میشه خرید. داش میری بیل بخریم به خودمون اطمینان داریم. شما هر کدوم سهمتون 30 میلیونه. با 30 میلیون واقعا کار خاصی نمیتونیم بکنی. راست 30 میلیون من قتل میکنم یکی دیگه میگیرم. تو دنیا فقط یه نفر میذارم شکست بده. تو میخوای از دیدی؟ کی اون نفر کیه؟ اونم خداه. اوه شاید باور نشه ولی اعتقاد ندارم به خداتون. چون مردنم پروردگاره. واقعا یه جور عجیبی دارین چاه میکنین که اصلا واقعا فکر می‌کنم به جای مغز و کلتون بس نه یه چیز دیگه ریختن. بس با این نمیشه. بده اینجا بده. با بیل نمیشه کم. داش یه لحظه بده. آقا با بیل نمیشه کم میگم. با چلو میگم. با همین بیلو میکنم تو سر. این سنگینه فرو نمیره. داش با اطمینان داشته باشی پولا. بذار فرصت کنیم خسته تو شدم. گاوی بابا خسته شدی فدای سرم. میخواد درصد کم کنم من خودم بیشتر میزنم. بریم. فرو کنیم. وایسا. چه بله؟ رو بالا بنزیم نه؟ دوباره یه بار بوس می‌کنی. موسش کن.
شاید آخرین بوسی باشه که داریم میکنیم. نمیشه تو بزنیم داشته بندیم. نه 1 2 3 آله گوشهاشو گل بریز، گوشهاش نگاه کن، اینجا رو گل بریز. آتیش رفته داش. شده خونه اون نسوزونه. بیا بالا هاشی اینجوری کنیم فشار بدیم به اون اون ور چرا خواهد گل بریز اینجا پر کن دیگه. چه حرفی بیا اول بریم بالا بپریم روش چوب بیاریم اینجا صاف بزنیم داش، به گل بیا. بریزیم روش. داش بیا 1 2 3 1 2 3 فردا میریم بچه‌ها خیلی دارین لف میدینا. نهایت نفسم نهایت نمیاد. نهایت باید بهتون بگم که داش چیز کوچیک‌تر بیا دیگه 7 دقیقه زمان دارین. حاجی من نفسم کار نمیکنه اینو میذاریم اینجا. خدایا عالیه. بیار گلا رو روش. گلا رو بیار روش که اگه آتیشی رو به این نرسه. باگل کاملا وزنش کنه. بده آیقش کنیم باگل. خب با پس این ثانیه‌ها و دقایق داره فرا میرسه و اینجا من یه سنگ قبر میبینم که کاملا شبیه سنگ قبر من تو ویدیو قبلیه. خدای سنگ قبر درست نکردن. این دیگه چه سمیه. بس. داره تایمتون واقعا به اتمام میرسه. احساس می‌کنم داشت دارین اونقدری که باید علف میسوزونه. بسوزه یعنی یه لایه گل نازک قرار آتیش نفرسته داخل. 100%. لو دادم آتیش داری؟ برای اینکه خب آخرین لحظه کارمون محکم‌تر باشه آبو میزنیم اینجا. استراتژی که واسه مرحله 2 در نظر گرفتم خیلی خطرناکتر و خیلی جدیتر و محکمتره و تقریبا 90% مطمئنم که جواب میده. قراره که 20 لیتر بنزین آتیش بزنم. از اونجا که احتیاط شرط عقله، ما کپسول آتش نشانی داریم که اگه 1% نتونستیم آتیش رو کنترل کنیم، قطعا البته هم یه دونه نیست، یه دونه هم اونور گذاشتیم. با کپسول آتش نشانی خاموشش کنیم و اینکه به نظر شما از این محل جون سالم به در میبرین یا نه؟ 20 لیتر بنزین نامردی بوده کم. 20 لیتر بنزین آتیشش یعنی به زمین نفوذ نمیکنه. اگه بنزین نره زیر خب چرا نره زیر؟ قطعا بنزین میره زیر. اونجا گل پر کنیم تو گفتی فقط روشه قطعا بنزین میره زیر. بسوزه اما نمیرسه بنزین. اون چوب. آماده هستین؟ 3 2 1 یا خدا گوشه بگیر بچه‌ها نزدیک من شید نزدیک. تو نزدیک نشو. خیلی آش. اوه یا خدا پولامون. پولا بچه‌ها پولا به نظرتون پولا هستن یا نه؟ به نظرتون پولا هستن یا نه؟ آتیش پرت شد مدی به خدا رفت زیر. نگو لفظ بد نه اون چیه بیناموس میزنه چرا با فاصله میزنن؟ داشت تازه گرفته چیه بالا میره تازه چرا داره بچه‌ها دودو میبینین؟ اوه چیه؟ آجی آتیش رو میره زیر به خدا. مدی به خدا داره میره زیر. من مطمئنم که پولاتون سوخته. مدی دودو ببینین. داشت آتیش نمیره رو هوا آتیش چرا داره زیاد میشه؟ بچه‌ها چی ساختم؟ یا خدا آجی خاموش نمیشه. داشتی به هم دیگه خاموش نمیشه مردی. خاموش نمیشه. سوخت. آتیش میره. همه جا رفت آتیش. من الان بهتون این فرصت رو میدم که از واپس این لحظات استفاده کنین و اینو خاموش کنین. خدای میده خاموش اگه کنی؟ پولتون اینجا زیر باشه پولتون مال خودتون. چیلی بابا اینو روشن کرد. این چرا باز نمیشه؟ بس تو بدم اول. خاموش بشه. ماشاءالله خیلی من مثلا عشق میکنم حداقل شاید خوبه. یا خدا آجی یه چیزی بگم. آب داره. آبش دو. جوشه آچا میسوزی توف دهنم. فکر میکنی کنم یه شانسی داری. آب جوش بود آجی. یه شانسی داری. یه چیز بگم مدی. پول مس سرویس اون یارو پولش سوخت. چوب نسوخته چوب نسوخت. داداش چوب نسوخت با خدا ما بردیم والا یا خدا شاید جلوش باز اینقدر. چه بخار نمیاد توش وای. سجاد با خدا واسه من داریم سوختم بابا. وای گفت واسه دیگه. جلو مامانت بیا بغل گفت نه گو خوردم. حتی 1% هم احتمال نمیدادم که پول باشه. البته دروغ شده. خوشحال شدم واسهتون که پول به دست آوردین. بگی برای تو پول نمیخوام. والا نمیخوام نسی داشت. اگه دوست داره این چالش رو یک بار دیگه ولی با شما بگیریم حتما بگین. اگه دوست داشته باشین خیلی زود پارت 2 رو میگیریم. حستون چیه که زحمتاتون به نتیجه داد؟ حس خیلی خوبی داریم خدایی. واقعا موز خدای زحمتمون. خدای زحمتمون خیلی خوبه. من امیدوارم که همیشه از این مثل 19 توری ادامه بدی که ما از این پولای دروش ببریم. وای خیلی خوبه. بعضیا اینا چالششون رو ول میکنن، میان فقط چالشاش انجام میدن پول میبرن. من میخوام بیام چالشا بگم پول ببرم فقط.
نفسم گرفته ذره. داش پول بده نفس زیاده. نه اون از سنگینه برات. نزن بابا. خدا رو شکر میکنم که این پول از شأن من نیست. بحثم به خودش داره میده.